فکر خدا کو صلوات و درود بر مصطفی کن صلوات و درود بیا زارا بیا السلام علیکم جان و علیکم السلام از کجا این خیلی سرسومی سرگردون چی پرابلم داشتی؟ در بیرون گپ میزدیم نمیشد یکم کس بینه یکم فکر نکند چی یکم کس فکر بیزی میکنم؟ اگر در وقتش برای اویلادار شدهمان راضی میشدی امروز سرسون و سرگردان نمیگشتی در همین برای خودم استراحت کرده میگشتی ولی افسوس گوزن چی مشکلی داری؟ اکا جان با من پول لازم چند قدر؟ 10,000 قرض میداده؟ بله 10,000 سومونی؟ یکم مشکلی ندارد رقم کارت رو با من اسمس کن من میگذرونم تو که بار میگردونی؟ طول یک ماه یک نیم ماه بر میگردونم خوب هیچی گم ندارد من حتما با تو میگذرونم خوب شدست مالی زارا؟ معنیش خوب رحمتی کردم خوب من میدونم تو یک روز نه یک روز با پای خود دویده میبیایی با تو پول رو میدی همو در حال از خورد تکن میگیرم اون دفع با تو هیچ سودی نمیبخشد تو میدونی مرا چندقدر عذاب داده ای باید این عذاب رو پوش کنی اپاها و خواهران و مادران خانشین جای کار ندارید از بپولی تنقیسی میکشید پس به شما خوش خبر دارم رقم هایی که در زیر میگذارم به شما جای کار پیدا میسازد شما از خانه تماما بیرون نمیروید زباندونی شما تماما در کار نیست فقط برای شما یک واتساپ در کار است که توسط واتساپ تجارت رو به راه میمونید مزد معاش شما از 100 سومون تا 10,000 سومون است در دوام ماه میتوانید مزد معاشتان رو هر روز به دست بیارید یا در دوام ماه وقتی که از نام کانال ما گام میزنید تمامی فرماندهی ها برای شما بپل صورت میگیرد اپا جان مادر جان خواهر جان عزیز برایت برای کار میخواهم اما وقت ساعت گرفت 10 ساعت همجی انتظار هستیم حیران میشوی به این مردم پولم میبرن وقتی دادم میگریزن اینا میبیام اکا اینا میبیام اکا سلام و علیکم السلام بخشش چی بخشش؟ کمی منتظر شد این منتظری 3 ماه شد امروز پول میتیم پگاه پول میتیم فردا میتیم از بین 3 ماه گذشت که ما منتظر هستیم چی شد پول رو آوردی؟ نه اکای فاروق نیفتم برای چی؟ اکای فاروق نزد اکم رفتم پول پرسیدم ندارم گفت نزد دوگانم رفتم پول پرسیدم ندارم گفت آخه نیافتم نمیدونم چیکار کنم آخه گوش کن اکا گفته تو بیزور کردی اگر همین اکای تو وقتش با ما را جدا نمیکرد ما یک جا میبودیم امروز تو کوچه با کوچه پول نمیکفتی اکا تا میدونم خلوصا اینش پرابلمی من نیست پول رو گرفتی آوردنش رو نیست فکر کن فهمیدی گپی مرا خلوصا با تو یک روز وقت در خونه منتظر میشوم یا پول رو میبیوی یا خودت میبیوی من وقتی دیگر نگاه کنی تو رو ندارم آخر از کجا یاوم کسی نموند که من نپرسیده باشم الو نیدم جای کارم مالی بیا خب
جمع پرابلم فقط این دردی سر و چی گفتنی بوشد اما اکر نمیمونم که یادم نفس دراز کشیده. خیلی انشالله که بخیر. السلام علیکم. سلام علیکم. صدای کجان تینجه؟ انشالله خوبی تینجی؟ نشر رحمت. شکر بشی. چی پرابلم بود سر دردین؟ آقا جان، کای فروی دستم گرفته دارم. خیلی. اما وعده دادم که یک ماه پس یا که 2 ماه پس میارم گفته. این سوم ماه شده پول نیافته ایستم. اگر امکانیت باشه ما در کمی پول تیمال برمتیم قرض من. گوش خواهر جان، تو پول برای چی گرفتی؟ مادرم بیمار شد. تو چی مالکی هستی؟ ها؟ خیلی جان؟ تو نمیبینی که من بیاره ایمون کردیستم؟ ها؟ این پول را کجا میان؟ من اگه وزیرم یا اگه رئیسم بند کار میکنم ایزو نمیکشیم. یگان برما شما را پول دادگی نیستم. ها؟ من دیگه که وقتی مگر میزنم وقتی پرابلمتون بود شود اکا نمیگین کو؟ اکاتون دایوتون نمیزنه کو؟ در تنگی زدی من اکا؟ بچه من در بانیسه بود آمدی؟ من در یگان پولی شما در کار نبود اومدین خبر گرفتین یک بود مادرم بیموره من دیگه خیلی پرابلمتون قطعی کو؟ وایرون نکنین فکر ما دیگه سنم نبرین فهمیدی؟ بزن برای پای کارتون شین خوبش مادرم بیموره مادر ایمان هم هسته بخی های کم تختونم نگاه کنین اوکی همه پرابلموشون در سر ایمان تا کجا شید؟ ساعت هم 4 شد و هیچ جایی نیست که بیای ای کار برو ماندم حازمیام حدیثه؟ ای لبای السلام علیکم. السلام علیکم. سازی گنجا میشرم. چه کده کجا اومدی؟ میدونی چی؟ من از نزدی اکم اومدست. خب تنجی؟ یک 3 ماه پیش مادرم بیمار بود. من باشم از پسر اماکم یک 2 سوم قرض گرفتم. حالا باشد سومش را پرسیده است. از کسی پول نمیابم که سومی پسر اماکم را تیم. همون در پیش خودت آمدم که اگر امکانیت باشد به من یک 2 سوم میدادی. تو گنجان راستی من معاشم رو حاضی نگرفتم. اگر می داشتم برای خاطر مادرتان هدیه میدادم. لیک صد افسوس که در دستم پول ندارم. مرو بخش مایلش هیچ گفت خب مایل ای خدا جان دیگر راهی ندارم آخر مجبورم به گفتهای فروخ راضی شوم. لابای بیو زاده با چی خلوصه اومدی؟ با خلوصه اومدی که با جای پولی قرض خودت بیایی؟ دیگر علاج نداشتم. دیگر علاج نداشتی؟ نه. پول رو گرفتن با علاج داشتی و لیکن برای قرض دادن علاج نداشتی؟ خیر هیچ گونه. اگر همین فکر با تو هم پسند باشد با من هم پسنده. رفتیم خونه باقی مونده گپ ما رو در خونه میزنیم. فکر میکنم که بسیار در هیجان هستی ها؟ خیلی دیگر چی راه هم داری؟ یگان راهی دیگر نداری؟ خویش و تبار هم باشی که برای من فرقی ندارد. خودت رو آماده کن.
من 3 دقیقه پس میایم. فهمیدی؟ فهمیدی گپی مرو؟ گریه مولای تو برای من سودی ندارد. 1000 مرتبه گریه هم کنی برای من فرق ندارد. از سحر تا شب هم گریه کنی، از شب تا سحر هم گریه کنی بیفایده است. تو قرضت رو پرداخت نکنی برای من هیچ فرقی ندارد. 1 ماه نمیخی رفته میوی. فهمیدی گپی مرا؟ فهمیدی گپی مرا؟ تیار شو اوز میویم. خدایا دستی منی ناتوانه خودت که از دسته این وحشی و یگان دختری به آبرو نمیمونه. دیگر بین خیش و تباری هم انصاف نماده است. خدا جون چیکار کنم؟ دیگر کجا هم میرفت؟ من 100% باوری داشتم که به همین فکری من راضی میشه. زندگی همین است. وقتی که مجبورت کرد به همه کار راضی میشوی. آقام روسی استودی؟ من تو رو گفتم که تیار شو. چی رو منتظری؟ عقب از سمکت رو نگرفتی در زمین گذاری. گفتم لباس رو کش. نمیفهمی تو؟ قرض گرفتم با نمی لرزیدی کو؟ زوره کردی، التماس کردی. امروز بوشم می لرزی. برای من فرقی ندارد. لباس رو کش. چی قدر می لرزی تو؟ چی شده از وقتی یاران کسلی تو؟ ای گازان چی می لرزی تو؟ گاز زدن نمیتونی؟ گازان برای چی می لرزی اینقدر؟ کش تست کنی لباست رو. برای چی قدر رو باید اونگی زدنی؟ فکر میکنی دلی ما برای تو می سوزد؟ هیچ گاه. نگاه کن در رو هم محکم بکن. هیچ کس نیست. کش لباست رو. 10 دقیقه تمام. در اینجا هیچ کس نیست. اما خداوند هست که خداوند ما هم تو را دسته کن. خداوند شرمندگی ما هر دو را دسته کن. بیابروگی ما هر دو را دسته کن. از خدا ترس. از هیچ کس نه. مرا ببخش. من به خاطر نفسی دنیایی شدم. خدا را نیز فراموش کردم. تو درست میگویی. در اینجا هیچ کس هم نباشد. خداوند هست. مرا ببخش. معذرتی زیاد. تو دیگر نزد من قرضدار نیستی. من چیزی بود همه اش رو بخشیدم. لیکن التماس تو مرا ببخش. من شما رو میبخشم. امیدوارم که خداوند شما میبخشد.
خدایا هر یه بنده تا خود از این سوریده چی کاری کردم؟ این چه روزی سیاه؟ امیدوارم خداوند این خطای مرا میبخشه و در نزد تو وعده میدیم که هیچگاه به یگان مادر، به یگان خواهر، به یگان زن چشم علا نمیکنم. دوستان و برادرانی که در مهاجرت مهنتی قرار دارید، با شما خبر خوب دارم. میخواهید که همه نمود مال و محصولاتتان را به هر گوشه کنار تاجیکستان از آن جمله شهر دوشنبه، قرغانتپه، وحدت، مومن‌آباد، واسع و شهر کلاب روانه سازید. به شما حاجی احتم کمک میسازد. وقتی که از نام کانال فروخ نعمت گام میزنید به شما نرخ سکیدکا کرده میشوند. مال و محصولات شما به یگان نقصان و کمبودی به جای لازمه وابسته به روزهای معین آورده رسانیده می شود. رقم هایی که در زیر گذاشته شدگی هم به حاجی احتم تعلقیت دارند. در حال زنگ زنید، مشکلات خود را حل سازید. انشالله که پگاه باری وحدت تقسیم کنیم. باری دوشنبه نصیب انشالله پگاه دیگه